دیگه؟ اول همسترینگ، بعد کافه، بعد کد. اوکی. بعدم که اون دیپ هست که مخی سخت 2 نفره. خب برای کشش عضلات پشت رون پا یا همسترینگ یه پا رو میذاریم به سمت جلو. زانوی پای پشتمون رو میتونیم یه کوچولو خم کنیم، ستون مهره کشیده. دستامون رو میتونیم روی استخونای تاج لگن نگه داریم. دم از بینی و بازم طولانی و کشیده. 20 ثانیه میتونی هر سمت پاتو توی کشش قرار بدی. تمام تمرکز رو بذار روی عضلات پشت پا، پشت رون پا، پشت ساق پا. چیزی که به نظرم مهمه اینه که پشتمون رو گرد نکنیم. مهم نیست که دستمون به کجا برسه. پشت رو صاف نگه داریم. سعی کنیم هینج رو دقیقاً از لگن ایجاد کنیم. باسنم رو میدم پایین و یکم هم عقب میرم به سمت پایین. نفس کشیدن یادمون نره. پا رو عوض کنیم. آره. بریم. هر جا که لازم داری یه مقداری کشش رو بیشتر کنی، میتونی پای پشتتو یه مقداری زانوش رو صاف و خمتر کنی. کشش رو پای جلو تغییر پیدا میکنه. کور فعال، عضلات هسته مرکزی بدن فعال. انگشتا رو بکشیم به سمت خودمون. خوبه. عالی. آخه بریم سمت ساق پا. بریم. برای کشش عضلات ساق یه پا رو دوباره میذاریم به سمت جلو. آخه اینو تو توضیح بدی. پای جلویمون رو قراره خم کنیم. جایی که قراره کشیده بشه ساق پای عقبمونه در واقع. بنابراین سعی می‌کنم اگه حالا جلوم یه تکیه‌گاهی داشته باشم، میتونی تکیه‌گاه هم باش. دستمو در واقع دارم هل میدم به سمت جلو، فشار میدم تکیه‌گاهو و پای پشتیمو تا جایی که میتونم این زاویه بین مچ پامو در واقع پام و ساقمو دارم کمش میکنم. با خم کردن پای جلو و هل دادن به تکیه‌گاه هم که لیلیه. اصلا چقدر خوب شد که من تکیه‌گاه شدم، چون منم الان دارم این کششو دارم. آره. نفس بکشیم. بعد توجه رو بذارید که زانوی جلوتون از روی مچ پاتون نزنه جلوتر. کامل روی مچ پا خم شه. عوض کنیم. یه چیز دیگه هم که به نظرم مهمه اینه که سعی کنیم پاهامون رو حتما با هم دیگه موازی نگه داریم. توی خط. اکثر افراد پنجه پای عقبیشون رو به سمت بیرون میدن. من همیشه میگم سعی کنیم این دوتا رو با هم اول موازی کنیم. میتونی پا رو بیاری پیش هم دیگه، بعد قدم بذاری با همون حالت بره عقب. پای جلو رو خم کنیم. عضلات باسن فعال. عالی. عالی. خب بریم سراغ عضلات جلوی رون پا، کواد. اگه لازم داریم بالانس داشته باشیم میتونین از یه تکیه‌گاه مثل درخت یا دیوار، یا مثلا میخوای من تکیه‌گاهت شم، دستم هم بگیریم. آره. اول پای چپ. هر پایی رو دوست داری. بریم. تو هم برو. با دست موافق مچ پای موافق تو بگیر و سعی کن زانوها رو نزدیک به هم دیگه قرار بدی. ستون مهره کشیده، عضلات مرکزی و کورت فعال، پشت بدن صاف. سعی کن شکم رو به سمت گودی کمرت نگه داری که هسته مرکزی بدن و کورت فعال بمونه. نکته‌ای که داره به نظرم اینه که خیلی از آدما مچ پاشون رو از بدنشون دور میکنن و پشتشون قوس پیدا میکنه اینجوری. دقیقاً. باید سعی کنن
لگن رو تیلت کنی به سمت جلو دقیقاً. و بعد پاتو بگیری، در واقع این قوس کمر پر بمونه. تعادلمو داره به هم میخور. رو عوض کنم. آره یه مقداری هم اگه بخوایم کشش بیشتر شه میتونیم بالا تنه رو بیاریم به سمت جلو. خیره شدن به یه نقطه و نفس کشیدن باعث میشه که تعادلمون رو بهتر بتونیم حفظ کنیم. دقیقاً. خب برای کشش عضلات پلویک فلور یا پرده کف لگن، پا رو بیشتر از قد عرض سرشونه میتونیم نگه داریم یا یه مقداری جمع‌تر. بیاید پایین کامل دیپ اسکوات توی اسکوات عمیق. پشت بازوها رو میتونید داخل زانوها قرار بدی، کف دست‌ها به سمت همدیگه، ستون مهره کشیده. سعی کن وزن رو تو کف پاهات مساوی تقسیم کنی. دوست داری یه مقداری پوش جریان گردش خون تو کف لگنت بیشتر شه، میتونی خودتو تاپ بدی به راست، تاپ بدی به چپ، سر باونس کنی تو کف لگنت. نکته دیگه نداری تو بگی؟ نکته اینه که اولا خیلی ها نمیتونن کامل پاشنه‌شون رو زمین بذارن. به نظرم اشکالی نداره حتی اگر یه ذره پاشنه ها بالاتره، به مرور زمان که هی این کشش ها رو انجام میدیم کم کم پاشنه ها میتونه بشینه رو زمین. و برای اینکه این حرکت راحت تر شه به نظرم باید تمرکز کنیم روی این که لگن رو هی منقبضش نکنیم. هر چقدر میتونیم رها کنیمش، با نفس کشیدن آزادش کنیم و در واقع اجازه بدیم که باسنمون به زمین نزدیک و نزدیکتر بشه. هی با خودت فکر کنی که میخوام راحت‌تر و رهاترش کنم که بره به سمت پایین. حالا ما یه اصطلاحی که به کار میبریم اینه که فضای مقعدیتون رو سعی کنید به طرفین ریلکس کنید. این کمک میکنه که پرده کف لگن کامل رها شه. تو این حرکت میتونیم زانوها رو به زمین نزدیک کنیم. دم و بازدم یادمون نره. عالیه.